سلام بچه، خوش اومدین به این ویدیو من. امروز قراره با هم دیگه آنباکسینگ شارژر آیفون داشته باشیم که من پیجم هم برای آنباکسینگ و دنس و حالا روم تور و اینا که به من ویدیوم خوش اومدین دیگه. خیلی خوشحالم که منو میخواین فالو کنید. لطفا حمایت کنید، به خدا زمینی ازتون نمیگیره و اتفاقی نمیافته و من واقعا بتونم یه درآمد یا یوتیوب در بیارم، واقعا یه عالمه چالش میذارم باهاتون. حالا اینجا بچه من اومدم برچسبش رو واکنم که واز نمیشد و هرچی هم زور زمانش و هم ویدیو رو قطع کردم که برم برچسب شارژر رو واکنم بیام که ببینم این چجوری آنباکسینگ یعنی واز میشه و اینا، که اینجا مجبور شدم ویدیو رو قطع کنم. وا کردم، بسته بندیش خوب بود، اون چسبی که زده بود اصلا بسته بندی توش هم خیلی خوب بود. من حالا شارژر به این مدل ندیدم که همچین بسته بندی داشته باشه و حتی مثلا کاغذ چیز داشته باشه استفادهش. آخه استفاده چی؟ میدونیم شارژر رو هرچی استفاده میکنن که به همه زبان چینی و انگلیسی و عربی و اینا همه نوشته بود و ما میتونستیم بخونیم ببینیم چیه. فقط زبانی که ننوشته بود فارسی بود به این شکل. که همینطور که داریم میبینید زبان عربی اولش، زبانهای دیگه و زبانهای خیلی جذابه. اینجا اومدیم شارژر رو واکنیم که حس جالب که داشت نه این کشای پلاستیکی دورش بود که خیلی خوب بود. بسته بندی خیلی جالبی بود، خیلی هیجان انگیز بود و این بسته بندی این پلاستیک دورش هم می‌بینید اینجوری مثل ساعت هم میره توش، اونجوری وا میشد و این دسته کوچولی که داریم می‌بینیم برداشتمه. سانسور آی موها داره میکشه. به این شکل و بعد و بله اینجایی که دارین میبینید پلاستیکش باز شد و دیدم به پلاستیکش به سیم شارژش وصله، یعنی هر جایی که بخوام راحت اینجوری میبندم و میرم. بله اینم از این. بعد اندازه شارژرش هم یعنی این اندازهش که مثلا درازه یا کوتاه بلند بود بچه ها، خوب بود. شارژر بلند خیلی خوبه، اصلا بیشتر مثلا چیز زمین باشه میتونی گوشه بزنی به شارژ و خیلی راحت. اینجا هم از همه جا ویدیو گرفتم که اینجا همون جایی که میخوره به سریش و به این شکل دیگه جالب بود. همون شارژر بود ولی بسته بندیش اینا برای من خیلی جالب بود. من آنباکسینگ اینا داشته باشم میام با شما شیر میکنم میذارم، چیز جالبیه. خوشمان آمد. تا آنباکسینگ بعد بدرود، خدافظ.